سلام علیکم شهباز شانمسی برادر عزیز، باید عین حال تو با همراه ما باشی در اینجا و مکان، اما متاسفانه تو را نمی بینیم. اینه اگر که انشاءالله که می اومدی روز با همراه ما در چی بدی مکه مکرمه نزدیک کعبه شریف ده. بازم انشاءالله که الله طلب میکنیم ایره به شانمسی برسانیم تا اینکه ببینه و برادر مونه با که برانه برسانیم بیاییم انشاءالله خانه خدا زیارت. خداوند همه ما و شما را توفیق بده. این روزها غنیمت هستند انشاءالله که بیایین خداوند هر قدم ما و شما را نصیب گردانه. بسیاری ها می نویسند که چرا شانمسی، شاید که الله او را توفیق بده او بیایه، شاید که مخلصی او با بیاین بس کنن، مخلصیش بس کنن پیرو شوند که تا اینکه او در راه راست انشاءالله. از همون سبب یعنی سردار، اول سردار که خیلی که در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه در جسد انسان یک پاره گوشت، همون پاره گوشت اگر که اصلاح شود تمام جسد انسان اصلاح میشه. اگر هوایی که غیب شود تمام جسد انسان غیب، یعنی دل در نظر داره. کبر و غرور و تکبری و در او دل پیدا شود و جسد انسان به هیچ که بکار نیست. اون خاطر اگر که برادرانی که بگیم که بسیار مردم میشناسن شو، بسیار مردم با تقلید میکنن، الله اونها را که هدایت بده، اگر چیکار میکنن دیگه مردم هم هدایت مییابند. با اون خاطر برادران عزیز تنها به خاطر الله دوستان میداریم و طلب میکنیم که به اینجا و مکان بیایین. که بهروز، شهباز، بران، شانمسی، الله نگهبانتان باشه. اینجا و مکان مقدس است. خداوند براتون هدایت عطا بفرمایه و توفیق با اینجا و مکان بیایین و میخواهیم که ما شما را با همراه خودمان در اینجا و مکان ها ببینیم. خداوند فرزندهاتان کاری قرآن بگردانه و علیم با عمل به راست هدایت بکنه. الحمدلله همه این انسان هایی که میبینین طواف که هستن همه اینا کار دارن، روزگار دارن، زندگی دارن الحمدلله، لیکن چیکار کردن؟ به خاطر الله بحث کردن، یعنی اومدن پرتفتن همه را اومدن، یعنی وقت فرصت دانسته اومدن. و ما را هم نیز انشاءالله میتونیم که همین خیل کنیم. به نهایت خرسندم انشاءالله که این روزا را غنیمت میشماری و به جا و مکان میبیاییم. در امان الله باشین دوستان عزیز. به خاطر الله همه برادرها رو دوست می‌داریم. ما پد پیشی نداریم، ما برادر داریم، اپا و خواهر داریم، اکا و دادر. الله نگهبانتان باشه.